یک چمن طبیعی فوتسال به ارزش بیش از 1 میلیون افغانی در روستای آهنگران از مربوطات شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گشایش یافت. مسئولین ژیمنازیوم هدف از ساخت این مکان ورزشی را رشد و پیشرفت ورزش فوتبال و فوتسال در غرب شهر فیروزکوه عنوان می‌کند. هدف از این چمن ما که است برای فوتبالیستای جوانان غرب فیروزکوه خاطر رشد فوتبال و فوتسال ورزشی ساختیم. دیگه برای چمن ما تقریبا بالاتر از 1 میلیون افغانی هزینه برداشته. انشالله که ما برنامه‌های بیشتر از این روی چمن تصمیم داریم که انجام بدیم، مثل که چمن طبیعی را تبدیل به مصنوعی کنیم. برنامه‌های بیشتر از این داریم که در آینده انشالله بتونیم معیاری‌تر و استانداردتر جلو کنیم. از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال غور میگویند که همزمان با افتتاح این چمن طبیعی مسابقات فوتسال را میان 12 تیم به مدت 2 هفته آغاز کردند. افتتاح چمن طبیعی ژیمنازیوم فوتسالی برادران محمدی است و همونطور افتتاح مسابقات لیگ حوزه غرب فیروزکوه که در این لیگ 12 تیم حضور دارند و مدت چندین هفته را با هم رقابت میکنند و بازی افتتاحیه بین تیم های صادق علی و تیم اتحاد رضایی است و هدف از این راه اندازی مسابقات به خاطر رشد و پیشرفت ورزشکاران قریجات سایه آهنگران است که مربوط شهر فیروزکوه میشن. در همین حال شماری از ورزشکاران و ورزش دوستان از ساخت این مکان ورزشی ابراز خرسندی نموده و ساخت چنین مکان‌های ورزشی را در راستای رشد ورزش و امنیت پذیری جوانان مفید می‌دانند. ما تشکر میکنیم از مسئول این جیم که این جیم را درست کرده برای جوانان که فوتبال بازی کنند و همچنان ورزش به خاطر صحتمندی است، اخلاق آدم خود میکنه. همچنان تشکر خاص از آقای جان محمد حیدری میکنیم که بیامده این جوانان را تشویق میکنه و حمایت میکنه. باعث افتخاری که در همچین مناطقی که فوتبال برگزار میشه و این که باعث یک رشد و وحدت و همدلی و اتفاق در بین مردم میباشد. گفتن است که پس حاکمیت امارت اسلامی در کشور ورزش فوتبال و فوتسال در این ولایت رشد چشمگیری کرده است و بر ساخت مکان‌های ورزشی نیز در مرکز و ولسوالی از سوی مسئولان ورزشی توجه خاصی صورت گرفته است.